این هفته خبر تو خبر داره براتون از شلتاق پرتاقای نظام در باتلاق برجام و طناب تحریمی که به این سادگی ها شلوشو نیست. آمریکا رفع جو روانی تحریم ها را به تغییر رفتار منطقه ایران منوط کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آنچه به برداشت شدن این جو روانی کمک می‌کند توقف فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران خواهد بود. جان کربی حمایت ایران از مقاومت را حمایت از تروریسم خواند و مدعی شد حمایت ایران از گروه‌های تروریستی تجارت این کشور را مختل کرده است. بله، با این حساب اگه دخل و خرج برجام برای نظام رو سبک سنگین کنیم می‌بینیم که این برجام تا اینجای کار یه چنین بلایی سر ابو طیاره عظما آورده. شیخ فری اما گوشش بدهکار این حرفا نیست و توی توهم اعتدالی خودش بالبال میزنه. هر جام که میرسه اعداد و ارقام رو ردیف میکنه و میره تو فاز خالی بندی. پایان 94 رسیدن تورم به 11/9. این آرزوی 40 ساله ملت ایران بود. انشاءالله به حول و قوه الهی در ماه آینده ما به تورم یک رقمی دست خواهیم یافت. اینم یه نمونه از موفقیت‌های قابل ملاحظه نظام در دوران تورم یک رقمی. بالاخره گزارش‌های شرکت‌ها در حال انتشاره و با توجه به رکودی که حاکم بود، خب گزارش‌های مناسبی نبودند. این عوامل در کنار افت بازارهای جهانی سبب شد که بازار ما در هفته گذشته شاهد ریزش باشه. خلاصه این که از نظر شیخ فری همه چی وصل شده و اوضاع رو به راهه، اما وقتی میخوان ازش استفاده کنن نمیتونن. یه چیزی تو این مایه ها. حالا تو شرایطی که هنوز نه چیزی به باره و نه به دار، به فکر تغییر تعطیلات آخر هفته افتادن تا شاید اینجوری تعطیلاتشون با غربی ها یکی بشه و راه معامله اقتصادی با غرب باز بشه. پرونده‌ای که هنوز پایش به کف بهارستان نرسیده بازار اخبار رو داغ کرده. قرار است با جابجاییش درد اقتصاد التیام بخشد. حرف از آخر هفته است که اگر قرار باشد مجلسی ها برای تغییرش اقدام کنند، به جای پنجشنبه و جمعه باید جمعه و شنبه فکری به حال تعطیلات بکنیم. موافقان با نگاه به تقویم آن طرف آبی ها این جابجایی را زنجیره اتصال فعالیت اقتصادی کشورمان به اقتصاد و بازار بین المللی می دانند. الان یک کار بانکی داریم، ما از پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه هم که اونها تعطیلن 4 روز از لحاظ زمانی یه ضررهایی میکنن. در شرایطی که مردم مشکل بیکاری و اقتصاد و اشتغال و امثال و اینها رو دارن، به نظر من این طرحهای زائده. اما بشنوید از نخود هر آش، یعنی پاسدار سبز علی رضایی که تو این شلم شوربای باندی دنبال همدلیه. بیایم دوباره همدل بشیم، برادر بشیم تو مسیر انقلاب. البته بیایم دستامون رو تو دست هم دیگه بدیم، بیایم مثل همون بسیجی‌های مخلص ما دوباره بیایم با هم برادر بشیم تو مسیر انقلاب، تو مسیر پیشرفت کشور. البته الان دیگه همه میدونن که اینا همش عد و اطواره و این یه پا دو پاها به هیچ شوتی منجر نمیشه. و اما نوبتی هم که باشه، نوبت این بوفالوی ندید بدیده که با پوز کارشناسی میخواد یه جمع‌بندی مختصری از باتلاق برجام داشته باشه. شاید مهمترین مشکل برجام این هست که ضمانت اجرایی نداره. یعنی اون حرفی رو که آقای کری زد این بود که به نماینده کنگره که اجازه بدید ما 20% رو از ایران بگیریم، عراق رو بگیریم، فردو رو بگیریم، بعد شما هر کاری خواستید بکنید، خواستید تحریم بذارید، خواستید نذارید، خواستید اجرا بکنید، خواستید نکنید.
منظورش اینه که غربی‌ها یه تیکه گوشت جلوی گربه ولایت انداختن، اما از اون طرف میز رو طوری چیدن که گربه هر کاری میکنه دستش به گوشت نمیرسه. روشنه که تو این گیرودار بسیجی‌های ریزشی داغ میکنن و سوالشون از ولی فقیه زرخورده این میشه که چرا شمشیر نمیکشی؟ جواب رو از زبون خود خامنه بشنوید. یکی از آقایون پایین یه شعری خوندن، گفتن که مضمونش این بود که اگر شمشیر بکشید، من گفتم من شمشیر رو کشیدم، شمشیر رو ما کشیدیم، مشغولیم، ما داریم از چپ و راست داریم میزنیم، منتها نوع شمشیر امروز و نوع میدان امروز با نوع میدان اون سالهای اول تفاوت داره. ما در جنگ نرمیم، در جنگ سیاسی هستیم، در جنگ فرهنگی هستیم، در جنگ امنیتی و نفوذی هستیم. پاسدار نقدی اومد شمشیر زنگ زده ولایت رو دستش بگیره و یه خودی نشون بده. شعری گفت که خود رسانه‌های آخوندی هم مسخرش کردن. ترانه فاخر هفته، ترانه سپاه مظلوم با صدای حاج سبحان قاضی با شعری از سردار نقدی که فخارت از آهنگ میباره. با صدای سبحان قاضی. دور از وطن، دور از وطن، برا وطن جنگ می کنید، آنها به جانامون نشان انگ میزنن، انگ میزنن. این هم یه نمونه دیگه از محصولات فرهنگی نظام برای اینکه باهاش بسیجیای اعزامی به سوریه رو تو خماری ببرن و از اون طرف زهر برشام رو سر بکشن. افهموا ان الحياة لهم حرام، افرغ بهم مر الزمان مع الظلام، هم مصنع الاحقاد نارا فصلهم، هم مصنع الاحقاد نارا فصلهم. این تیر در کردنهای فله‌ای دردی از عظما دوا نمی‌کنه. سلاحی که زهر توش رفته باشه ته خط میپکه. طبق معمول بساط پنبه‌زنی شیخ فرید توی مجلس به راهه و دلواپسا دولت اعتدالی رو حسابی گلمالی میکنن. شما چی کار دارید میکنید؟ واقعا 3 سال داره میگذره، همش دارین از گذشته انتقاد میکنیم. بی تردید دولت‌های بعدی هم بیاد از شما انتقاد خواهد کرد. شما مدیونید، ما هم مدیونیم برای نسل آینده. های دکتر ربیعی، با این سبکی که داریم جلو میریم خدا میدونه چه کانون‌های خطری در مملکت شکل بگیریم. کجای کار این؟ کانون‌های خطر شکل گرفته که هیچی. اصلا تو سراسر مملکت پر شده. حالا دیگه امامشون هم تو قبرش میلرزه و نگران انفجار قبرشه. باید به حسب واقع، به حسب انصاف، به حسب وجدان این مردمی که شماها را روی خار آوردن، این مردم کوچه و محله و عرض می‌کنم زاغه هایی که شماها را روی مسند نشوندن، ملاحظه اونها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌کنه. فاتحه همه ما را می‌کنه.
این حجت الاسلام آنالوگ رو هم آوردن تو برنامه تا همچین نرمک تو جنگ نرم وارد بشه و با خرج کردن 4 کلمه کامپیوتری به خیال خودش با تهدید جنگ نرم مقابله کنه. در چه صورتی اینترنت و فضای مجازی میتونه به تهدید تبدیل بشه؟ در محیط دیجیتال یه محیط ریاضیه. بر مبنای الگوریتم‌های ریاضی میتونه برای ما آسیب‌هایی رو ایجاد بکنه. تبدیل دومی که بسیار اهمیت داره اینه که ما مکان داریم و فضا. مکان باز استبداد جغرافیا و محیط رو داره، ولی فضا یه محیط غیر مرکزیه. از هر نقطه ای از جهان میتونه برای ما رو با تهدید مواجه بکنه، ما رو با آسیب مواجه بکنه. تو این برنامه هم قرار بود راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنم، اما کار بیخ پیدا کرد و مهمون تیوی دیش وسط برنامه فلنگو بست. به عنوان یک پیشنهاد در دولت مطرح شده، یک آیین‌نامه‌ای در حال تدوین هست، امیدوارم که تصویب شده باشه. بحث استفاده از بله آقای دکتر، چرا ما آقای دکتر وقتی که ما میتونیم کشاورزیمون همین فکر اصرار کرده، بله خودم گفت الان 500,000 چندین ساله 500,000 هکتار از زمینای خارجی رو نه زمینای خارجی ایرانی میکنن. بگو یه دونه محصولشون آورد. آقای دکتر ببینین، بگو یه دونه به من بگید یه دونه لوبیاشون آوردن، یه دونه برنج آوردن. نه نیست، این یک سیاست کلی و جهانی است که ما بتونیم بله اقتصاد بی پولی باشه میلیاردها بر اونجا. آقای دکتر کار و سرمایه ایرانی اقتصاد مقاومت من کار دارم باید اجازه بدید باز کنید. من این نکته که شنوماسه ها رو شنوماسه من اینم آقای دکتر یه وقت دیگه ان شاء الله باز اجازه بدید من 11 برنامه دارم جایی میدونم. من الان برنامه دارم. شما چند دقیقه تحمل بفرمایید من توضیح میدم. نه ببینید 11 من برنامه دینی دارم باید برم. ببینید در مورد بحث حالا آقای دکتر که استاد هم هستن، یک گزارش خیابونی پخش نشده از تیوریش هم هست که سوالش از جوابش خنده‌دارتره، جوابش هم از سوالش. آقا چه رابطه‌ای بین انقلاب ما و حکومت جانی حضرت مهدی هست؟ خیلی هست. انقلاب تا نماشد که ما چی می‌دونیم چی هست چی نیست. دورشا مسجد انقلاب بود، نماز جمعه بود، ما که ندیدیم که هیچ نماز جمعه نیومدیم که بودم که چی که نشد که. ممنونم آقا، دست شما. شنیدید میگن آدم تنبل عقل 4 وزیر رو داره؟ حالا لطفاً شنیده ها رو کنار بذارید و این رو ببینید. Moi j'aime ça gitane. C'est pas qui